دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای سید محسن موسوی زاده نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روح بنیانگذار انقلاب و ارواح طیبه شهدا و سلام و درود خدمت رهبر حکیم انقلاب و ملت شریف ایران، مردم خوزستان و به خصوص مردم ولایت مدار حوزه انتخابیه اهواز، کارون، باوی و حمیدیه و تشکر از حسن اعتمادشان که بنده را لایق خدمتگزاری خود دانستند. روز ارتش را بر دلاور مردان ارتش تبریک و تهنیت میگویم. امروز در این جایگاه نه فقط به عنوان یک نماینده بلکه به مثابه صدای رسای دردهای انباشته شده مردمی سخن میگویم که سالهاست بر گنج نشستند و از فرط تشنگی و محرومیت لبهایشان چون زمینهایشان ترک برداشته است. نمایندگان محترم، آیا میدانید در گرمای سوزان و طاقت فرسای خوزستان قطعی‌های مکرر برق چه بر سر زندگی مردم آورده؟ خانه‌هایی تاریک و دم کرده از گرما، کودکان و سالمندانی رنجور، بیمارانی که قطعی برق در هوای بالای 40 درجه برای آنان همچون قطع شریان زندگی است. کسب و کارهای نوپایی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و صنایعی که چرخ تولیدشان از حرکت باز مانده است. این یعنی ضربه‌ای مهلک به اقتصاد یک استان است. جناب آقای رئیس، ما به موضوع ناترازی‌ها واقفیم، اما استانی که قطب تولید برق کشور است و گرمای هوای آن در تابستان با قطعی برق ترکیبی مرگبار ایجاد می‌کند، نباید تخصیص برق آن با سایر استان‌های سردسیر با یک رویه واحد و شاخص یکسان دیده شود. مسئله بی‌برقی و گرمای هوا در خوزستان به همین جا ختم نمی شود. این نکته را در نظر بگیرید که در خوزستان در اغلب نقاط حتی در مرکز استان به واسطه فشار ضعیف آب، قطعی برق با از کار انداختن پمپ‌های تقویت کننده آب در خانه‌ها و آپارتمان‌ها حتی فرصت استفاده از آب برای مقابله با گرما را نیز از این مردم در زمان بی‌برقی می‌گیرد و این شرایط را سخت و سخت‌تر می‌کند. اما وضعیت اسفناک سیستم دفع فاضلاب در شهرهای خوزستان منظری مشمئز کننده و تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی ایجاد کرده. بوی تعفن کوچه ها و خیابان ها گواه این بی‌تدبیری است. چگونه میتوان از جوانان این استان انتظار داشت در چنین محیطی با انگیزه و امید به آینده بنگرند، در حالی که معضل بیکاری چون بختکی بر سرنوشتشان سایه افکنده است؟ و اما آسمان خوزستان، آلودگی مفرط هوا که ارمغان سوختن بیرحمانه مشعل‌های گازی و ریزگردهای مکرر است، ریه‌های مردم استان را میزبان دائمی سمومی کرده که سلامت آنها را به خطر انداخته و آمار بیماری‌های تنفسی و قلبی عروقی را به طرز نگران کننده افزایش داده است. جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، آیا این دردناک نیست استانی که نبض اقتصاد انرژی کشور در آن می‌تپد نتواند از حداقل مزایای 3% فروش نفت به درستی استفاده کند؟ این چه عدالتی است که منابع ما به کام دیگران شیرین اما برای خودمان تلخ باشد؟ به جاده‌های خوزستان بنگرید. مسیرهای پرترددی که شریان‌های حیاتی حمل و نقل محصولات نفت، پتروشیمی و فلزی‌اند بر اثر بار سنگین این محموله‌ها به ویرانه‌ای تبدیل شده‌اند و هر روز باید شاهد مرگ و میر عزیزانمان ناشی از تصادفات دلخراش در این مسیرهای ناایمان باشیم. آیا این استان که خود مولد این ثروت عظیم است نباید از ایمنی ابتدایی ترین زیرساخت‌های خود بهره‌مند باشد؟ و اما قلب همه این مصیبت‌ها مسئله آب است. انتقال بی‌رویه و غیر کارشناسانه آب از سرشاخه‌های رودخانه‌های خوزستان این شاهرگ‌های
حیاتی را به جویهای کمجان و آلوده تبدیل کرده است. رودخانه هایی که روزگاری مایه حیات و برکت بودند امروز به ذهآب و فاضلاب تبدیل شده اند، تا جایی که دولت ها برای جبران این سوء مدیریت و تأمین آب شرب شهرهای پایین دست هزاران میلیارد تومان هزینه کردند و سه خط آبرسانی قدیر و حیات را با طول صدها کیلومتر کشیدند، اما دریغا که این تلاش ها نیز نتوانسته آتش مردم را به طور کامل فرو نشاند و قطعی های مکرر آب نیز همچون قطعی برق زندگی را بر آنها دشوار ساخته است. ضمن این که سهمیه بندی و محدودیتی که در منابع آب ایجاد شده نفس کشاورزان عزیز استانم را به شماره انداخته، استانی که بیش از 14% تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. دوستان